بیان تو این ویدیو با همدیگه یه گپ دوستانه داشته باشیم. ما هممون مهاجرت کردیم که بتونیم یه زندگی خیلی راحتی رو داشته باشیم و وقتی ما وارد این کشورها میشیم خب مسلما هممون سنمون 17 14 15 ساله نبوده و مجبوریم هممون از صفر شروع کنیم. من خودم با اضافه کاریای زیاد در روز 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار میکردم و آخر هفته هم همینطور که متاسفانه نمیتونستم در کنار بچه‌های خودم باشم، در کنار همسرم باشم. و بچه‌های ما تو این کشورها نه خاله‌ای نه عمویی نه پدر بزرگی نه مادر بزرگی دور و برشون هست. و یه روزی هم مثل شما یکی از همین ویدیوها رو نگاه کردم، با خودم تصمیم گرفتم که ببینم که این هزینه چی هست که دارن در موردش صحبت میکنن، که این آنلاین میتونی در کنار خانواده‌ات بدون زمانی مکانی هر جایی که دوست داری میتونی کارتو راه اندازی کنی. و منم این استارت رو زدم و وارد این بیزینس شدم و خدا رو شکر میکنم که الان میتونم در کنار بچه‌هام باشم، در کنار همسرم باشم. دوست عزیزم بهت پیشنهاد